سلام. مهمون برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. مهمون برنامه منم، همون همیشگی. نمیخواد فیگور تنوع تو برنامه رو بگیری. همچینم نگاه میکنه انگار 700 تا مهمون اونجا صف کشیدن براش که بیان براش بحث استراتژی بکنن. بیچاره با این وضعیت اقتصاد مقاومتی به پا من یکی از دست ندی. خب بریم سراغ موضوع برنامه. موضوع برنامه هم عظماست، همون همیشگی. همچین میگه انگار 700 تا موضوع واسه برنامهش داره. پس من همین جای دکتر خداحافظی میکنم. لوس بازی هم همون همیشگیه. بگی بشین سر جات، بهتر از اینجا گیرت نمیاد. چرا هر هفته بحث عظما رو میکنی؟ مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که هر 39 روز یک بار یه یادی از دوستات بکن. عرض میکردم برای دلتنگی، میفرمودن ده نده، برای اینکه اگه مرده بود به چلومش برسی. آی دکتر، مقام عظما راهی برای مقابله با تحریما پیدا کردن که به عقل جنم نمیرسه. گفتن چرا همش ما تحریم بشیم؟ خب ما هم تحریم میکنیم. بذار گازو توی زمستونی رو این اروپاییای نمک نشناس ببندید تو همشون از سرما بمیرن تا بفهمن تحریم یعنی چی. شما میتونین یه کمکی به ایشون بکنین که این عملی بشه؟ عظما که عملی هست. از اون جهت هرچی به ضرب الاجل نزدیکتر بشیم، یعنی همون سکنجی که عظما از قبل گفته بود، این حرفا بیشتر میشه. حاجی روحانی میگه تورم صفر شده، همینجوری راست نگاه میکنه میگه تورم صفر. عظما میگه از مردم مالیات میگیرم، اروپا و آمریکا رو تحریم میکنیم. خب فیروزآبادی هم میگه میتونیم بریم به جنگ دنیا. گفتی فیروزآبادی، دیگه مجبورم مثال گوسفندی بزنم. گوسفند که مست کنه میره سر چهارراه جلو نیسان میگیره، میگه در بس کشتارگاه. در مورد مالیات خب مردم که نمیدن، میخوره تو پوز عظما. این اشکال نداره؟ اشکال داره، ولی اشکالش اینجایی نیست که تو فکر میکنی. جلو یه حریف مرسی کل مشنگه بیحال افتاده کف رینگ، پوزش داره مورمور میکنه. مربی میگه اشکال تیم بود که گارد تو باز کردی. بکسوره بیحال بدبخت میگه نه خیر، اشکال توی بیشعور بود که هیکل طرفو دیدی بازم منو فرستادی جلوش. بازم مذاکرات شکست خود تو نظام پریدن پرپاچه همدیگه رو گرفتن. چرا در مقابل 5 به اضافه 1 ظاهر رو رعایت نمی‌کنیم و اقلاً جنس وحدت نمیگیریم؟ شدیم مثل اون مغازه داداش مشنگ که تابلو زده بودن میکانیکی برادران مرادی به غیر از یحیی. منم خودم به عظما گفتم که یه روزه وحدت تو نظام بخونین که اینجوری پاچه همدیگه رو نجوبن. ایشون خودشون یه طرف دعوان، چطوری دعوت به صلح بکنن؟ تازه کسی به حرف ایشون گوش نمیده. تو اینجا سوال میکنی یا جواب میدی؟ اینا که مرحوم ابوی همیشه میفهمیدن بزن بهادر عرض میکردم، بله میفهمیدن که یارو زنگ زد به 118 گفت شماره تلفن داشتمو داری؟ گفتن نه. گفت خب پس من میخونم یادداشت کنین. روشن شد یا همچی بزنم که شماره تلفن یادت بیفته. استراتژی همینه که به عظما بگم روزه وحدت رو بخون، با اینکه هیچکی به حرفش گوش نمیکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمیدن بزن بهادر عرض میکردم، بله میفهمیدن که توی فروشگاهی پیرمرده با نوه‌اش اومده بود خرید. نوه هی بهونه میگرفت. پیرمرده میگفت آروم باش فرهاد جون، آروم باش عزیزم. جلوی قفسه خوراکیا این پسر خودشو زد زمین و داد و بیداد. پیرمرده گفت آروم فرهاد جان، دیگه چیزی نمونده که خرید تموم بشه. دم صندوق پسر چرخ دستی رو کشید، چند تا جنس افتاد رو زمین. پیرمرده باز گفت فرهاد جان آروم، تموم شد دیگه، داریم میریم بیرون. یکی که شاهد قضیه بود کفبر شده بود، رفت بیرون. بهش گفت آقا کارت خیلی درسته، این همه اذیتت کرد، فقط بهش گفتی آروم فرهاد جان، فرهاد جان آروم باش. پیرمرده گفت قربون برم الهی، فرهاد اسم منه، اون عوضی اسمش سیامکه. روشن شد یا همچی بذارم که سیامک و فرهاد رو قاطی کنی. حواستون باشه آیه دکتر، این هیئت مذاکره کننده هر بار با توپ پر میرن با دست خالی برمیگردن. تازه تو از پشت صحنه‌هاش خبردار نیستی که بفهمی چی دادن چی نگرفتن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که یارو قلدره رفت انجمن اهدای اعضای بدن، اونجا جوگیر شد، همه مربعا رو تیک زد. بعد مرگش که خانواده‌اش رفتن بیارنش، یه شلوار با یه نرمکی سیبیل تحویلشون دادن. ولی علت دست خالی برگشتن چیه؟ چرا هیئت مذاکره کننده هر بار با همون شلوار و همون نرمکی سیبیل برمیگرده؟ وقتی که مایه نداشته باشی
همینجوری میشه. یارو رفت آبربانک پول بگیره، دکمه دریافت رو که زد، عکس یه قبر رو صفحه آبربانک ظاهر شد. یارو شاکی شد، رفت به رئیس بانک گفت آخه این چه وضعیه؟ دکمه رو میذارم به جای اینکه پول بده عکس قبر میاد. طرف گفت منظور آبربانک اینه که وقتی پول تو حسابت نیست از سر قبر بابات بیاره. آیا دکتر مقام عظما چرا تلوی استراتژیکی میخورن؟ یه بار میگن مذاکره بده، یه بار از هیئت مذاکره کننده تعریف و تمجید همیشه معنی خیرخانه نداره. بعضی وقتا یکی دیگه رو میدیدم برق اینطوری. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که یارو داشت میمرد، به دعاشش که بالا سرش بود گفت برو اون کچهوار شیک منو بردار بپوش، اون کفشای ورنی واکس زدرم ببین که خیلی بهت میاد، اون کراوات هم بزن. بعد دعاشو گفت آخه بعده که تو این وضعیت باشی من برم شیک و پیک کنم. یارو گفت نه زود باش معطل نکن، شاید اسرائیل از تو خوشش بیاد تو رو زودتر ببره. آیا دکتر با توجه به مشکلات لاینحلی که گریبان نظام و مقام عظما رو گرفته، عاجزانه ازتون میخوام که یک راهنمود استراتژیکی تاپ و مقام عظما پسند براشون بفرستین. حیوانی گناه داره. این حیوانی که گفتی یادت باشه ها، داری با مقام عظما و در مورد مقام عظما صحبت میکنی. اما بی خیال، پیام استراتژیکی من اینه که عظما اگه خیلی دلت گرفته، اگه کسی نداری که درکت کنه، اگه تنهایی داره خفت میکنه، اگه از تحریما داری رنج میبری، اگه مذاکرات به جایی نمیرسه، اگه تو عراق و سوریه و یمن این چیزا تو گل گیر کردی بدجور، اون عمامه مبارک وردار با احترام بذار رو میز، یک سطل خاک بریز رو کله خودت. والا این زندگی آخه تو داری بدبخت بیچاره، اقلا اینجوری خاکو بری. من گفتم حیوانی چون دلم میسوخت براش. مگه من دلم نمیسوزه؟ اما شما با این راهنمودتون خاکشون کردین. من یک سطل خاک ریختم سرش. تو از یمن تا عراق تا سوریه به توبه کشیده خاکشو. بعد فلک زده نمی کنی. راهنمود